حالا میپردازیم به طرز نوشتن اسم شادی. این دندانه های شین به تدریج سیر نزولی داره تا اینجا. بعد از اون می نویسیم الف شادی رو نقطه هاش، دال و اینم قسمت یای شادی که اینم دایره این یه هست. خب اینا سیر نزولی دارن به این طریق. اینجا 3 نقطه الف شادی، این دال 2 نقطه ارتفاع داره، اینجا 1 نقطه باید جا بگیره، این فاصله 1.5 نقطه هست. اگر خط زمین رو از اینجا در نظر بگیریم 1 نقطه هم در اینجا جا میگیره، اینجا هم 1 نقطه از اون قسمت شروعش پایین تره.